کتاب شفای زندگی، نویسنده لوئیز ال هی. فصل دوم. مشکل چیست؟ درون نگری خطری ندارد. جسمم درست کار نمی کند. تنم دردناک است. خونریزی دارم. جسمم آزارم می دهد. تیر می کشد. دارم تحلیل می روم. پیچش دارم. ورم می کنم. می لنگم. تنم می سوزد. دارم پیر می شوم. نمی توانم ببینم. نمی توانم بشنوم. فرسوده شدم و شاید هزاران مشکل دیگر که همگی را خود آفریده اید و فکر می کنم جملگی را شنیدم. در روابطم مشکل دارم. مردم یک جوری هستند هر وقت به آنها نیاز دارم غیبشان می زند. پرتوقع هستند. از من حمایت نمی کنند. همیشه از من انتقاد می کنند. دوستم ندارند. دست از سرم بر نمی دارند. مدام مرا به سطوح می آورند. کاری به کارم ندارند. در کارهایم مداخله می کنند. به حرفم گوش نمی کنند و هر مشکل دیگری که همگی را خود آفریده اید و تمام اینها را شنیدم. درآمدم کفافم را نمی دهد. اصلا درآمدی ندارم. گاه به گاه چیزی در می آورم. هیچ وقت نشده که دخلم به خرجم برسد. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است. هنوز پول به دستم نرسیده از کفم می رود. بودجه‌ام آنقدر نیست که بتوانم قبض‌ها و صورت حساب‌هایم را بپردازم. آرزو به دل مانده که پول توی دستم بماند و تا آخر ماه دوام بیاورد. به اضافه 1000 مشکل دیگر که خود آفریده اید و البته همه اینها را نیز شنیدم. زندگیم بر وفق مرادم نیست. هیچ وقت به کارهایم نمی رسم. هرگز نشده که خواسته ام برآورده شود. هرچه می کنم باز هم دیگران راضی نمی شوند. نمی دانم که می خواهم چه بکنم. هیچ وقت به اندازه کافی وقت ندارم. همیشه نیازها و آرزوهایم ناکام می مانند. این کار را فقط برای جلب رضایت آنها می کنم. من که بیش از یک حصیر زیر پا نیستم. برای هیچ کس مهم نیست که من چه می خواهم. استعداد ندارم. هیچ وقت نشده که کاری را درست انجام بدهم. هر چه می کنم برای کشتن وقت است. مدام مسامحه و امروز و فردا می کنم. هر کاری می کنم با مانع روبرو می شوم. به علاوه هر مشکل دیگری که برای خود آفریده اید و نه تنها همه اینها که بیش از اینها را نیز شنیدم. هرگاه که از مراجع تازه‌ای درباره زندگیش می‌پرسم، معمولاً یک یا چند شکایت شبیه به آنچه در بالا نام بردم می‌شنوم. آنها واقعاً فکر می‌کنند که از مشکل خود باخبرند. اما من می‌دانم که این گلایه‌ها اثرات بیرونی الگوهای اندیشه درونی است. در پس این الگوهای اندیشه درونی الگوی نهفته ژرف‌تر و اساسی‌تر هست که ریشه همه این اثرات بیرونی است. آنگاه سؤال‌های زیر را می‌پرسم و به کلماتی که به کار می‌برند گوش فرا می‌دهم. رویدادهای زندگیت چیست؟ وضع تندرستیت چگونه است؟ از چه راهی امرار معاش می‌کنی؟
آیا کارت را دوست داری؟ وضع مالیت در چه حال است؟ روابط عاشقانه ات چگونه است؟ این رابطه چقدر دوام داشته است؟ آیا قبلا عروسی کرده اید؟ و آیا این ازدواج موفقیت آمیز بوده است؟ آیا می توانید مختصراً درباره دوران کودکی خود برایم صحبت کنید؟ در این هنگام به حرکات بدن و حالات چهره آنها توجه می کنم، اما بیشترین توجه هم بر کلام آنهاست، زیرا اندیشه ها و واژه ها تجربه های آینده ما را می آفرینند. هنگامی که به پاسخهای آنها گوش فرا می دهم، می توانم بیدرنگ دریابم که چرا این مشکلات ویژه را آفریده‌اند. کلماتی که به کار می بریم نشانه اندیشه های درونی ماست. گاه واژه هایی که به کار می برند با تجربه هایی که توصیف می کنند جور در نمی آید. آنگاه در می یابم که یا با آنچه در زندگیشان می گذرد تماس راستین ندارند یا به من دروغ می گویند. در هر دو حال نقطه آغازی است و پایه و اساسی که باید از همانجا شروع کرد. تمرین من باید. آن وقت یک قلم و کاغذ به دستشان می دهم و می خواهم که بالای کاغذ بنویسند من باید و آنها 5 یا 6 جمله که با من باید شروع می شود برای من می نویسند. برای بعضی دشوار است که جمله خود را شروع کنند. عده‌ای نیز آنقدر از این من بایدها دارند که نمی‌دانند چطور جملاتشان را تمام کنند. آن وقت از آنها می‌خواهم جملاتشان را که با من باید شروع می‌شود برایم بخوانند و در پایان هر جمله از آنها می‌پرسم چرا؟ پاسخهایشان جالب توجه و آشکار کننده است و معمولاً از این دست است که مادرم گفته که باید، چون می‌ترسم که، چون باید بی‌نقص و کامل باشم، چون همه مجبورند که، چون خیلی تنبل هستم، چون قدم کوتاه است، چون قدم دراز است، چون خیلی چاقم، چون خیلی لاغرم، چون خیلی نفهم و کودنم، چون خیلی زشتم، چون موجود بی‌ارزشی هستم. این پاسخها نشان می‌دهد که گرهگاه اعتقاداتشان کجاست و چه چیزی را محدودیت یا محدودیت‌های خود می‌پندارند. در برابر پاسخهایشان کوچکترین اظهار نظری نمی‌کنم، اما هنگامی که فهرست خود را تماماً خواندند درباره واژه باید صحبت می‌کنم. به آنها می‌گویم که به نظر من واژه باید یکی از زیان آورترین الفاظ زبان ما میباشد، زیرا هر بار که واژه باید را به کار میبریم ثمره اش این است که به زبان بیزبانی میگوییم که اشتباه میکنم، اشتباه کردم، اشتباه کرده بودم یا اشتباه خواهم کرد. حالان که من فکر نمی کنم که در زندگی به اشتباه‌های بیشتری نیاز داشته باشیم. ما به آزادی انتخاب بیشتر نیاز داریم. من می خواهم که شما برای همیشه این واژه باید را از فرهنگ لغات خود حذف کنید. من به جای آن واژه میشد را می گذارم. چون واژه میشد به ما حق انتخاب می دهد و ابداً متضمن هیچ گونه اشتباهی نیست. آنگاه از آنها می خواهم که دیگر بار فهرست خود را برایم بخوانند، منتها این بار جملهشان را اینطور شروع کنند که اگر به راستی می خواستم می شد که. این ترکیب جمله به موضوع ما رنگی تازه می بخشد.
این بار هنگامی که جمله خود را می‌خوانند، در پایان هر جمله از آنها می‌پرسم پس چرا این کار را نکردی؟ در پاسخ این سوال نیز جواب‌های متفاوتی می‌شنویم. از این دست که آخر نمی‌خواستم، می‌ترسیدم، نمی‌دانستم چطور آن کار را بکنم، چون لیاقتش را نداشتم و غیره. معمولاً در می‌یابیم که آنها سالها خود را برای چیزی سرزنش کردند که هرگز نمی‌خواستند انجامش دهند، یا برای چیزی از خود انتقاد کردند که عقیده خودشان نبوده است. معمولاً چیزی بوده که کس دیگری گفته که باید انجامش بدهند. هنگامی که به روشنی آن را می‌بینند، معمولاً آن را از فهرست خود حذف می‌کنند و این حذف چه آسایشی در بر دارد. به اشخاصی بنگرید که سالها بدون ذره‌ای علاقه، صرفاً به این دلیل که پدر یا مادر آنها خواستند که دندان پزشک یا معلم بشوند، خود را به کاری معین واداشتند. چه بارها از شنیدن این که باید مانند فلان خویشاوند هوشمندتر یا ثروتمندتر یا خلاقتر باشیم احساس حقارت کرده ایم. در فهرست من باید شما چه هست که میتواند با احساس آسودگی حذف شود؟ هنگامی که کار ما با این فهرست تمام می شود، آنها از دیدگاه تازه و متفاوتی به زندگی خود نگاه می کنند. در می یابند که بسیاری از چیزهایی که فکر می کردند باید انجام دهند، چیزهایی است که تمایلی به انجامش نداشتند و تنها تلاششان جلب رضایت دیگران بوده. و چه بارها که تنها دلیلش ترس بود و این احساس که لیاقتش را ندارند. اکنون می توان مشکل را از سر راه برداشت. من فرایند خلاص شدن از احساس اشتباه را آغاز می کنم، زیرا که اینها با معیارهای یک شخص دیگر جور در نیامده اند. آنگاه درباره فلسفه‌ام از زندگی برای آنها صحبت می کنم. من معتقدم که زندگی بسیار ساده است. هرچه بکاریم می درویم و از هر دست که بدهیم از همان دست می گیریم. کائنات از هر اندیشه و اعتقادی که برای خود برمیگزینیم کاملا حمایت می کند. زمانی که کودک خردسال هستیم، از واکنش‌های بزرگسالان پیرامون خود می‌آموزیم که درباره خویشتن و درباره زندگی چه احساسی داشته باشیم. این اعتقادات هرچه باشند، وقتی بزرگ می‌شویم خود را به صورت تجربه‌های ما باز می‌آفرینند. در هر حال ما تنها با الگوها یا قالب‌های فکری سر و کار داریم و نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. دگرگونی ها را می توان از این لحظه آغاز کرد. خویشتن دوستی. آنگاه ادامه می دهم که مشکل آنها هرچه باشد، من همواره با یک چیز کار دارم و آن خویشتن دوستی است. محبت درمان معجزه آسای هر درد است. خویشتن دوستی معجزه ها را به زندگیمان فرا می‌خواند. البته منظور من غرور و نخوت و خودپرستی نیست، زیرا آنها محبت نیستند. آنها را تنها می‌توان ناشی از ترس دانست. منظور من حرمتی ژرف نسبت به خود و قدردانی از معجزه تن و ذهن ماست. محبت به نظر من یعنی آن میزان از سپاس که از درونم می جوشد و بیرون می ریزد. محبت می تواند به هر مسیری برود. من می توانم نسبت به همه اینها محبت احساس کنم. خود فرایند زندگی، شادی زنده بودن، زیبایی هایی که می بینیم، به یک نفر دیگر
به دانش، به فرایند ذهن، به بدن و طرز کارش، به حیوانها و پرنده ها و ماهی ها، به همه گیاهان، به کائنات و شیوه کارش. اکنون ببینید که خودتان چه چیزهایی را می توانید به فهرست بالا بیفزایید. اینک به چند شیوه که نشانه آن است که خود را دوست نداریم بنگریم. اگر مدام به سرزنش و انتقاد از خود بپردازیم، اگر با بدغذایی و مواد الکلی یا مخدر با جسم خود بدرفتاری کنیم، اگر این اعتقاد را انتخاب کنیم که دوست داشتنی نیستیم، اگر جرأت نکنیم که برای کار و خدمت خود اجر و پاداشی مناسب بطلبیم، اگر بیماری و درد در تن خود بیفزاییم، اگر در مورد چیزهایی که به خیر و صلاح ما هستند مسامحه کنیم، اگر در آشفتگی و بی‌نظمی زندگی کنیم، اگر قرض و فشار برای خود ایجاد کنیم، اگر یاران و همسری برگزینیم که ما را تحقیر کنند. اکنون به روش‌های خود بنگرید. اگر به هر طریق خیر و صلاح خود را انکار کنیم، عملی ناشی از دوست نداشتن خویش است. به یاد دارم یکی از مراجعانی که با او کار می‌کردم چشمش ضعیف بود. روزی یکی از ترس‌های قدیمی دوران کودکیش را زدودیم. روز بعد که بیدار شد دید که عدسی‌هایی که در چشم می‌گذاشت آزارش می‌دهد. به اطراف نگاه کرد و دریافت که قوه بیناییش بی‌نقص شده است. اما تمام روز می‌گفت باورم نمی‌شود، واقعاً باورم نمی‌شود. روز بعد دوباره چشمانش ضعیف شد و مجبور شد که عدسی‌ها را بر چشمانش بگذارد. ذهن نیمه هوشیار ما شوخی سرش نمی‌شود. او نمی‌توانست باور کند که قوه بینایی بی‌نقصی برای خود آفریده است. خود را بی‌ارزش پنداشتن یکی دیگر از نشانه‌های آن است که خود را دوست نداریم. تام هنرمند بسیار خوبی بود و مشتری‌های ثروتمندی داشت که از او می‌خواستند یکی دو دیوار خانه‌شان را برایشان تزیین کند. با این وصف همیشه در پرداخت قبض‌ها و صورت حساب‌هایش مشکل داشت. تکیه کلامش این بود که هیچ وقت آنقدر فرصت ندارد که بتواند کارش را تمام کند. هر کس که خدمتی ارائه می‌دهد یا چیزی می‌آفریند آزاد است که کارش را به هر بهایی که می‌خواهد بفروشد. دولتمندان دوست دارند که در ازای آنچه می‌ستانند پولی گزاف بپردازند. اینطوری آن کار را ارزشمندتر می‌انگارند. اکنون چند مثال بیشتر. دوست ما خسته است و غرغر می‌کند. به فکر می‌افتیم که ما چه کرده ایم که ناراحت شده است. دوستی یکی دو بار ما را به بیرون دعوت می‌کند و آن وقت غیبش می‌زند. فکر می‌کنیم که باید اشکالی در ما وجود داشته باشد. ازدواجمان به جدایی می‌انجامد و می‌پنداریم که ما شکست خورده‌ایم. می‌ترسیم که تقاضای اضافه حقوق کنیم. بدن ما شبیه مانکن‌های مجله وگ نیست و از این بابت احساس حقارت می‌کنیم. دست به کار نمی‌زنیم و نقش خود را ایفا نمی‌کنیم و آن وقت می‌پنداریم که لیاقتش را نداریم. از صمیمیت می‌ترسیم و نمی‌گذاریم که هیچ کس به ما نزدیک شود. نمی‌توانیم تصمیم بگیریم چون اطمینان داریم که نادرست از آب در می‌آید. شیوه شما برای بی‌ارزش پنداشتن خود چیست؟ بی همتا چون کودکان. هنگامی که کودکی خردسال بودید چقدر بی همتا بودید.
کودکان برای اینکه عالی و بی‌نظیر باشند لازم نیست کاری بکنند. آنها طبیعتاً کامل و بی‌نقص هستند و طوری رفتار می‌کنند که گویی همه چیز را می‌دانند. آنها می‌دانند که کانون کائنات هستند. نمی‌ترسند آنچه دوست دارند بخواهند. آزادانه احساس خود را بیان می‌کنند. هنگامی که کودکی خشمگین است، نه تنها شما که تمام همسایه‌ها نیز می‌فهمند. البته زمانی هم که خوشحالند، لبخندشان تمام خانه را روشن می‌کند. آنها از عشق و محبت لبریزند. اگر کودک خردسال محبت نستاند، می‌میرد. اما موقعی که بزرگ می‌شویم، یاد می‌گیریم که بی محبت زندگی کنیم. اما کودکان تاب تحملش را ندارند. ضمناً بچه‌ها همه اعضای تن خود را دوست دارند، حتی مدفوعشان را. کودک سرشار از شهامتی باور نکردنی است. شما نیز آنگونه بودید. همه ما آنگونه بودیم. آنگاه شروع کردیم به گوش فرا دادن به بزرگسالان اطرافمان که آموخته بودند که هراسان باشند و ما نیز انکار عظمت خود را آغاز کردیم. هنگامی که مراجعانم می‌کوشند مرا متقاعد کنند که موجوداتی وحشتناک یا نامطبوع هستند، حرفشان را باور نمی‌کنم. کار من این است که آنها را به زمانی بازگردانم که می‌دانستند چگونه خود را به راستی دوست بدارند. تمرین آینه. آنگاه از مراجعم می‌خواهم که آینه‌ای کوچک به دست بگیرد و به چشمان خود نگاه کند و نام خود را بگوید و این جمله را تکرار کند که من تو را دقیقاً همانطور که هستی دوست دارم و میپذیرم. این تمرین برای بسیاری آنقدر دشوار است که نگو و نپرس. به ندرت با واکنشی آرام مواجه شدم، چه برسد به اینکه از این تمرین لذت ببرند. بعضی به گریه می افتند یا تقریباً اشکشان در می آید. عده‌ای عصبانی می شوند. برخی شکل و شمایلشان یا خصوصیات خود را مسخره می کنند. بعضی نیز اصرار می ورزند که قادر به انجام این کار نیستند. حتی آقای آینه را به آن سوی اتاق پرت کرد و می خواست فرار کند. ماه‌ها طول کشید تا توانست خودش را در آینه نگاه کند و با آن تصویر رابطه برقرار سازد. خودم سالها به آینه نگاه می‌کردم تا از آنچه در آن می‌دیدم انتقاد کنم. وقتی به یاد می‌آورم که چه ساعت‌ها وقتم را پای آینه می‌گذراندم تا به این منظور که خود را خواستنی کنم، موهای ابروانم را بکنم، حالا به خنده می‌افتم. به خاطر دارم هر بار که به چشمانم نگاه می‌کردم دچار وحشت می‌شدم. این تمرین ساده چه چیزها که نشانم نمی‌دهد. در مدتی کمتر از 1 ساعت به چند موضوع اصلی که زیر مشکل بیرونی نهفته است پی می‌برم. اگر تنها در سطح مشکل کار کنیم می‌توانیم ساعت‌های متمادی سرگرم حل جزئیات و مسائل متفاوت باشیم و درست لحظه‌ای که فکر می‌کنیم مشکل را تمام و کمال حل کرده ایم، در جای دیگری سر و کله‌اش پیدا می‌شود. ندرتاً مشکل واقعی است. یکی از مراجعانم آنقدر به قیافه‌اش و مخصوصاً به دندانهایش اهمیت می‌داد که مدام از مطب دندانپزشک به مطب دندانپزشک دیگر می‌رفت و احساس می‌کرد که همه آنها تنها کار را خرابتر می‌کردند. بینیش را به دست جراح سپرد و آن هم خوب از آب در نیامد. هر کدام از این متخصصان آینه‌ای بود که اعتقاد خودش را به اینکه زشت است به او نشان می‌داد. مشکل این زن قیافه‌اش نبود. مشکلش این بود که مجاب شده بود که ایرادی دارد.
یکی از مراجعانم خانمی بود که تنفسش چنان بوی نامطبوعی داشت که نمیشد نزدیکش رفت. درس کشیشی می‌خواند و سر و وضعی پارسا و روحانی داشت. منتها در زیر این ظاهر جریانی از خشم و حسد می‌جوشید و می‌خروشید و هرگاه این اندیشه به سرش می‌آمد که مبادا یک نفر دیگر تهدیدی برای مقام کشیشی او باشد، اندیشه‌های درونش از طریق بوی نامطبوع دهانش آشکار می‌شدند. حتی زمانی که می‌کوشید دوست داشتنی به نظر آید، قیافه‌ای تهاجمی داشت. هیچ کس تهدیدی برای او نبود الا خودش. پسرکی 15 ساله و مبتلا به بیماری هاچکینز را در حالی مادرش نزد من آورد که 3 ماه بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده بود. مادرش آشکارا عصبی مزاج بود و کنار آمدن با او کاری بس دشوار. اما پسرک باهوش و زیرک بود و می‌خواست زنده بماند. حاضر بود هر کاری که به او بگویم، حتی عوض کردن شیوه تفکر و سخن گفتنش را بپذیرد. مادر و پدرش که از هم جدا شده بودند، مدام با یکدیگر جر و بحث می‌کردند و پسرک در واقع خانه و کاشانه معین و ثابتی نداشت. از ته دل می‌خواست که هنرپیشه شود. به دست آوردن شهرت و ثروت آنقدر برایش مهم بود که بدون آن نمی‌توانست احساس شادمانی کند. فکر می‌کرد تنها در صورتی می‌تواند پذیرفتنی و ارزشمند باشد که مشهور شود. به او آموختم که خود را همانطور که هست بپذیرد و دوست بدارد. او نیز بهبود یافت. اکنون بزرگ شده و هر روز در برادوی بر صحنه ظاهر می شود. به محض اینکه آموخت از آنچه هست شادمان باشد، راهش در نمایش نیز گشوده شد. چاقی نیز یکی از مسائلی است که اگر بخواهیم آن را حل کنیم، می تواند مقدار زیادی از نیروی ما را به هدر دهد. زیرا چاقی مشکل اصلی نیست. مردم چه بسا سالها می‌کوشند با چربی زائد بستیزند و با این حال همواره دچار اضافه وزن هستند. دائما به دلیل اضافه وزن خود را و مشکلاتشان را به باد ملامت می‌گیرند. چاقی فقط اثر بیرونی یک مشکل ژرف درونی است. به نظر من همواره نشانه ترس و نیاز به حمایت است. هنگامی که احساس وحشت و عدم امنیت می‌کنیم یا خود را بی‌لیاقت می‌پنداریم، بسیاری از ما این اضافه وزن را برای حمایت از خود به جان می‌خریم. اگر وقت خود را صرف سرزنش و تحقیر خود کنیم که چرا اینقدر سنگین و چاق هستم، یا برای هر لقمه غذایی که در دهان خود می‌گذاریم احساس گناه کنیم، یا تعداد کالری هر چیز را بشماریم و مدام مراقب وزن خود باشیم، همگی اتلاف وقت است. چون 20 سال بعد نیز می توانیم خود را در همان وزن بیابیم. همه این کارها ما را وحشت زده و ناامن تر می کند و آنگاه برای حمایت از خود به وزن بیشتری نیاز داریم. از این رو من توجه به وزن و تمرکز بر رژیم غذایی را نمی توانم بپذیرم و مردود می شمارم. تنها رژیمی که سودمند و مؤثر است رژیم ذهنی است و کنار گذاشتن افکار منفی. به مراجعانم میگویم بگذارید فعلا این مشکل را کنار بگذاریم و نخست به چند مشکل دیگر بپردازیم. آنها اغلب به من میگویند که چون خیلی چاق هستند نمیتوانند خود را دوست بدارند. دختری به من گفت آخر چطور میتوانم این کپل خپل را دوست داشته باشم؟ من برای آنها توضیح میدهم که چون خود را دوست ندارند چاق شده‌اند. هنگامی که دوست داشتن و تایید خود را آغاز می‌کنیم، واقعاً حیرت انگیز است که اضافه وزن چگونه از تن ما فرار می‌کند و ناپدید می‌شود.
وقتی برای مراجعانم توضیح می‌دهم که عوض کردن زندگیشان چقدر ساده است، گاه از دستم عصبانی می‌شوند و گاه احساس می‌کنند که مشکلاتشان را نمی‌فهمم. خانمی آزرده خاطر گفت من برای گرفتن کمک در نوشتن رساله‌ام به اینجا آمدم، نه برای اینکه خودم را دوست داشته باشم. برای من کاملا آشکار بود که مشکل اصلی او نفرت فراوان از خود بود و انزجاری که در جزء زندگیش از جمله نوشتن رساله‌اش نفوذ کرده بود. تا زمانی که به این اندازه احساس بی‌ارزشی می‌کرد در هیچ کاری نمی‌توانست موفق شود. او قادر نبود به حرفهایم گوش کند و اشک ریزان بیرون رفت و 1 سال بعد با همان مشکل و 1000 مشکل جدید که به مسائل پیشین خود افزوده بود نزدم بازگشت. عده‌ای هنوز آماده نیستند و این به معنای حکم و داوری نیست. همه ما در زمان و مکان و به ترتیب درست دگرگونی‌های خود را آغاز می‌کنیم. خود من سنم از 40 گذشته بود و هنوز دگرگونی‌هایم را آغاز نکرده بودم. مشکل راستین. اکنون مراجعی برابر من نشسته که در آینه کوچک بی‌آزار نگریسته و سخت ناراحت است. من با شادی لبخند میزنم و میگویم بسیار خوب. حالا داریم به مشکل راستین نگاه میکنیم و از همکنون میتوانیم برداشتن آنچه را که به راستی بر سر راهت قرار دارد آغاز کنیم. اندکی بیشتر درباره خویشتن دوستی صحبت میکنم و میگویم که به نظر من خویشتن دوستی از اینجا شروع میشود که هرگز و در هیچ شرایط و به هیچ دلیل و برای هیچ چیز از خود انتقاد نکنیم. هنگامی که از آنها میپرسم که از خود انتقاد میکنند یا نه، به حالات چهرهشان توجه میکنم. واکنش های آنها به من میگوید البته که از خودم انتقاد میکنم. تمام مدت به همین کار سرگرمم. نه به اندازه سابق. خب اگر از خودم انتقاد نکنم پس چطور باید عوض شوم؟ مگر همه از خودشان انتقاد نمی کنند؟ در مورد پاسخ آخر میگویم اما درباره همه صحبت نمی کنیم. ما درباره شخص شما صحبت می کنیم. شما چرا از خود انتقاد می کنید؟ مگر چه ایرادی دارید؟ وقتی پاسخ می دهند من یک فهرست تهیه می کنم. آنچه می گویند معمولاً با فهرست من باید آنها تطبیق می کند. احساس می کنند که زیادی دراز، زیادی کوتاه، زیادی چاق، زیادی لاغر، زیادی نفهم و کودن، زیادی پیر، زیادی جوان، زیادی زشت هستند. یا اینکه میگویند همیشه زیادی تأخیر دارند، همیشه زیادی زود میرسند، زیادی تنبل هستند و 1000 چیز دیگر. اگر توجه کنید میبینید که همیشه زیادی یک چیزی هستند. در انتها به خط آخر میرسیم و میگویند آنطور که باید خوب نیستم. من هم میگویم آفرین، 100 آفرین. نهایتاً به موضوع اصلی رسیدیم. آنها از خود انتقاد میکنند چون آموختند معتقد باشند که آنطور که باید خوب نیستم. مراجعان همیشه از اینکه چنین سریع به این نقطه میرسیم حیرت میکنند. اکنون دیگر لازم نیست زحمت عوارض جنبی از قبیل مشکلات جسمانی، مشکلات مربوط به روابط، مشکلات مالی یا فقدان خلاقیت را به خود بدهیم. می توانیم همه نیروی خود را برای حل کردن علت عمده مشکل، یعنی دوست نداشتن خود، صرف کنیم.
عبارت‌های تأکیدی پایان فصل دوم. در لایتناهای حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. من همواره در حمایت و هدایت الهی قرار دارم. درون نگری برای من خطری در بر ندارد. من فراتر از شخصیت و گذشته و حال یا آینده ام هستم. اکنون به انتخاب خود از مشکلات شخصیتی خویش فرا می روم تا اهمیت هستی خود را دریابم. من کاملا مشتاقم که خویشتن دوستی را بیاموزم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل دوم.